رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والصلاة والسلام على رسوله الحليم. قال في ختابه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران خیلی عزیز و گرامی، بنده های خیلی خوبی الله مهربان، همه شما را برادران عزیز و گرامی بر این ماهی که ما و شما قرار داریم، ماهی ربیع الاول، ماهی که در این پیامبر نازنین ما و شما، این آفتاب درخشان، این هدیه از جانب الله مهربان برای ما بندگانش، همه شما را به این ماه مبارک، به این ماه خیر، به این ماه سعادت تبریک و تهنیت میگویم. از الله بسیار مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان ما را دوستدار ذات خودش، دوستدار این محبوب خودش محمد صلی الله علیه و سلم بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که همه شما را از شفاعت این حبیبش برخوردار بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که آن شب زنده داری ها، آن قلب مملوی پر از رحم این پیامبر نازنین را، این چشمهای پر از حیای او را، این زبانی که فقط و فقط کلامی زیبا می گفت، سخنی حق می گفت، و آن دستها و پایهایی که همیشه در راه درست قدم می زد و با اون دستهای زیباش سر یتیمان را دستمال می کرد. خدایا این خصلت‌های زیبای این پیامبر نازنین را بر ما امتانش هم نصیب بگردانی. برادران عزیز و گرامی، چگونه که قید کردم، الحال ما در این ماه مبارک قرار داریم و برای خودم بسیار لازم دانستم و ضرور دانستم که همه شما، جمیع مسلمان های روی عالم را به این ماه بسیار خوب و به این ماه آمدن این چراغ تابان تبریک و تهنیت گویم. و شما هم برادران عزیز، خانواده های خودتان را به این ماه مبارک، به این ماه تولد رحمت للعالمین تبریک گویید. برادران عزیز و گرامی، در این لحظه هایی که حاضر من قرار دارم، امروز نگاه کردم هفتم ربیع الاول است. یعنی اگر با قول جناب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب
سیرت، صاحب کتاب رحیق المختوم اگر نگاه کنیم، حضرت 9 ربیع الاول را روز دوشنبه 1 سال بعدی حادثه فیل که فیلی را که ابرهه آورده بود و برای خانه کعبه را چپه کردن، 1 سال بعدش این پیامبر به گفت این مولانا به دنیا آمد که 40 سال از سلطنت انوشیروان گذشته بود. میگوید روز 9 ربیع الاول محمد فرزند عبدالله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدند. یعنی اگر از روی حسابهای امروزه گیریم 570 میلادی، بعضی ها 569 هم گفتند و 570 هم گفتند. وفات حضرت 632 و 633 گفتند. جمع این پیامبر مهربان من همگی 63 سال عمر دیدند. از قول جناب ابوالحسن ندوی اگر بینیم در کتاب نبی رحمتش میگوید که روز تولد پیامبرمان 12 ربیع الاول است و اونم میگوید 1 سال بعد همون حادثه فیل این پیامبر نازنین به دنیا آمدند. خلاص برادران عزیز، این ماه تولد پیامبرمان هست و هر کدام ما امتهای این پیامبر نازنین در پیش خود وظیفه داریم که اهل خانواده را از این ماه مبارک آگاه کنیم و اگر نوارهای باشد که در اطراف پیامبر نازنین صحبت باشد، 1 ساعت از همون وقت خودمان جدا کنیم و در گوش کردن آن نوار صرف کنیم تا ما هم در همون ترحم و در همون دوست داشتن امت که از نزد پیامبر بود خودمان هم شریک گردانیم که ما هم ای محمد صلی الله علیه و سلم تو را دوست می‌داریم. این تبریکات ما و این در خانه گویم جشن گرفتن ما بر اهل خانواده من معنای او را دارد که ما برادران عزیز پیامبر نازنین ما دوست می‌داریم و دوست داشتن او هم بر ذمه ما و شما فرض و واجب است. انشاءالله من در صحبتام ممکن که اگر از ذهنم دور نرود محبت او را هم برای شما بیان میکنم که خود حضرت برای دوستداری خودش بر ما چی تأکیدها کردن. باز هم برادران عزیز من شما را تبریک میگویم و تبریکی که من میگویم شاید بعضی ها ایرادم گیرن که از ابتدا این گپ ها و این سخن ها بود، این ایراد گرفتن ها بود. برای همین کسی چیزی میگوید نمیگوید، ما الحمدلله رب العالمین که هر سخنی که میگوییم اشاره به دانشمندها و اشاره به کتابها میکنیم. از این لحاظ شما بینید که زمانی که پیامبر نازنین من میگه وقتی مدینه آمد دید که یهودی های مردم مدینه روزه دارن. اون 10 ماه محرم بود. پیامبر پرسید که برای چی شما روزه میگیرین؟ گفت حضرت موسی علیه السلام در همین روز پیروز شده بود، غالب آمده بود بر فرعون لعنت الله علیه و حضرت موسی امر ما کرده بود که هر 10 ماه محرم که من پیروز شدم، غالب آمدم بر این دشمنی خدا، شما همان روز را روزه بگیرین. ولی دیدین که پیامبر نازنین من 10 ماه محرم خودشان گرفتن
و به ما هم تاکید کردن که شما هم از این روز روزه بگیرید. از این لحاظ پیامبر ما وقتی این سخن شنید چی گفت؟ گفت از شما دیده موسی بر من نزدیکتر است، موسی برادری من است. از این لحاظ گفت بر امتاش امر کرد که روزه بگیرید. برادران عزیز، امام جلال الدین سیوطی که این عالم زبردست است، این میدانید که هر یک آیت قرآن سببهای نزولش میداند که کدام آیت در کدام وقت در کدام زمان برای چی نازل شده است. جلال الدین سیوطی برادران عزیز از علم حدیث و از کتابی که در او جمع آوری حدیث شده است حضرت سهم دارد، زحمت دارد. گویم الحمدلله که در عالم بودن او در نزد هیچ مسلمانی روی عالم بگذار از کدام رویه و گروه نباشد هیچ شبهه‌ای نیست. همه دست بالا کردن که جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر است، صاحب حدیث است، صاحب تاریخ است، یعنی بسیار یک علم بلندی داشتند. همون حضرت بعد زیر همین سخن پیامبرمان که امر کرد شما روزه بگیرین که من بر موسی از اینها دیدن نزدیکترم، گو وقتی که غالبیتی فرعون بر بالای فرعون موسی روزه گرفت، آیا زمانی که پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد آیا اینم غلبه نیست؟ آیا اینم پیروزی نیست؟ بر چی؟ بر این قدر خرافات و بدعت و شرکیات و ضلالتی که عالم فرا گرفته بود. زمانی که این حضرت قدم مبارکش گذاشت همه این جبر و ظلم و بدبختی ها از بین رفت. گفت آیا این بالاتر و مهمتر از غلبه فرعون نیست؟ البته هست برادران عزیز. از این لحاظ بین جناب همین خود جلال الدین سیوطی ما را به این سخنش دلالت میکند که شما امتهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باید که از این روزها جشن بگیرید. ببینید الحمدلله امروز در تاجیکستان ما الله را شکرگزاری میکنیم که یک فرمان هم صادر می شود که 1 ماه یا 2 ماه در گرد یعنی این جشنواره پیامبر صحبت ها شود، غزل ها خوانده شود تا مردم باز در گرد پیامبر نازنین معلومات ها پیدا شود، معلومات پیدا کنند، مردم هم میلشون با پیامبر بیشتر شود. و الحمدلله که همین جشن هایی که می شود برادران عزیز شما اگر دیده باشین فقط عبارت از چی است؟ عبارت از امر به معروف است، عبارت از شعرهایی که در وصف پیامبر نازنین است و گاه در بعض جایها دادن طعام هست که این در یک حدودی خورده که در اهل عائله می شود. حالا بینین همین دادن طعام، امر معروف، خواندن مثال شعرها در وصف پیامبر نازنین من، کدامی همینها در شریعت نادرستند؟ بر علیه کدامی همین شریعت ما من کرده است که این کارها را شما انجام ندهید. زین لحاظ هر یک آدم باید چگونه که الله رحمت کند ابن عابدین شامی را میگد هر کسی که با زمان از زمان خودش آگاهی ندارد، یعنی با آن کار و باری که در همون زمانی که زندگی میکند آگاهی ندارد، اون آدم ابله خواندن. امروز همین نشسته ها و همین محبت ها بسیار تأثیر زیاد در دین گذاشتن.
ولی یک چیز فراموش نکنیم که مولود این خود یک از روی بگیم قاعده های گراماتیکی این اسم مفعوله. ولد یلیدو به معنای یعنی بگیم که مولود قید کردن روز تولد. ولی این مولودهایی که میکنن در ما شما میبینید که روز تولد یک روزه، مثال یا روز 9 یا روز 12. ولی در مردم ما هر یک آدمی که یک نشست میکند اگر ماه ربیع الثانی هم که در آید میگن مولوده. خیلی در مردم ما صدقه را خدایی میگن. برای همین انشاءالله در عموم هیچی باقی ندارد. ولی در پیش من برادران عزیز من نگاه کردم در حدیث جناب امام بخاری، حدیث رقم 5106 از همین چند 5106 5101 تا 5107 حدیث ها آمدگی است که زمانی که شما میدانیم برادران که ابولهب عمک پیامبرمون بود، خدا لعنتش کنه، این دشمن پیامبرمون بود. ولی یک کنیزی داشت بگیم یا خدمتگاری داشت به نام سویبه. این ولی جناب مبارک پوری هم میگد این سویبه هم میگد پیامبر هم شیر دادگی است، به غیر آن حلیمه ای که شیر میداد این هم میگه شیر دادگی است. وقتی میگه پیامبر تولد شد آمد از ابولهب حیده گرفت که در خاندان برادرت عبدالله فرزند به دنیا آمد. وقتی میگه این هدیه یعنی یک وقتی که آمد و از ابولهب بشارت داد که در خاندان برادرت فرزند تولد شده است، در عوضش ابولهب میگه همین سویبه را میگه از غلامی و از کنیزی آزاد کرد. در صحیح بخاری میگذرد برادر عزیز، میگه در کتاب نکاح هست، میگه وقتی که ابولهب میگه در خواب دیدن، اینجا عباراش همش در پیش من هست، میگه وقتی که در خواب دیدنش گفتن چگونه است حالت؟ گو حالم بسیار دشواره. فقط گفتن روزهای دوشنبه، گفتن روزهای دوشنبه اینا که در اینجا آمده است. خب میگه روزهای دوشنبه یعنی و من بین اصبعی هاتین ما، یعنی میگه که در هر یک روز دوشنبه میگه از همین سر انگشت من میگه آب خارج میشود و همون آب من می نوشم و برای من گفتن که این راحتی را که تو آب می نوشی، حالا که برای دوزخی ها آب نیست، برای اونها زقومه، این آب صافی که می نوشی این به خاطر همون سویبه که از تولد پیامبر به تو آگاهی داده بود و تو او را آزاد کردی، این به خاطر همون است. برادر عزیز شما ببینید، برای آنه که یک غلام برای تولد پیامبر آزاد کرد، الله در همون دوزخ هم برای این دوزخی در روزهای دوشنبه همین راحت گویم یا همین آب شیرین میرسانش. یعنی هر کدام ما از آمدنش وقتی خرسند شدیم، تولد پیامبر است، وقتی این کافر بود، این نامسلمان بود، این دشمن خدا بود، وقتی الله که به اینقدر مهربانی کند ما به خرسندی آمدن پیامبر نازنین که ما الحمدلله مسلمانیم
ما بنده خداییم، ما دوستدار محمد صلی الله علیه وسلم. خداوند به ما چی میداده باشد؟ در اینجا برادران عزیز، من چندین علمای را آوردم. مثل شما ببینید مولا علی قاری که یکی از افتخار ما در مذهب ما با مولا علی قاری است که این شخصیت هم مثل همون جلال الدین سیوطی در عالم اسلام در روی خط همون بلندترین روی خط ها ناماشون هست که اینا بسیار کتاب های زیاد دارن. اکنون وقتی همه را بیان کردن نیست، مهنت های زیاد کردن. خودی مولا علی قاری، شاه عبدالعزیز دهلوی، من اینها را میخوانم، شما گوش اندازین. شاید برادرای باشن که اینها را شناسن یا نشناسین، از دیگرها پرسین که همین نفرها کیا هستند. اینا نفرهای عادی نیستن، همه اینها عالمهای بینهایت کلان هستند. همه اینها مفسر و محدث هستند. شاه عبدالعزیز دهلوی، ابن عابدین شامی، عبدالحی لکنوی، ابن حجر اسقلانی که این صحیح بخاری را شرح داده است، فتح الباری گفتگی کتاب دارد، جلال الدین سیوطی، علامه ابو شامه و همچنان محمد زکریای کاندهلوی. همه این عالم هایی که من گفتم در کتاب مجموعه الفتاوی لکنوی هیچ وقت مولود را، جشن گرفتنی تولد پیامبر را بدعت نگفتن این بدعت است. نگفتن که کسی در همین محفل اشتراک کند اگر وای گناهگار می شود، وای دوزخی می شود. شما بینید برادر عزیز، در یک معرکه که امر معروف است، خواندن غزل‌های در شأن پیامبر نازنین من هست. اگر گفتم یگان خانه که علاهیده برای یک اندک آدما طعام دادن، این سه کاری را که در هر کدام این حدیث‌های پیامبر هست، کدام اینها انسانی که در همین معرکه اشتراک کند این چگونه دوزخ می رود؟ آیا اینجا چی جای نادرستی دارد؟ چی کار نادرستی است که اینجا غضب خدا شود؟ از این لحاظ در هر یک مسئله که میگوین و هر یک مسئله را که در بین مردم کدامید که اگر اعتبار داشته باشین و میرسانین، از روی انصاف گویین. اینقدر عالم هایی را که من حاضر خواندم، آیا علم اینها را اگر با علم امروزه تمام همون شیخ ها و تمام همون عالم ها و دامله هایی که همینا دارن همش جمع کنین، قسم به بزرگی خدا با یک عالمی که در اینجا من گفتم برابر شدن نمیتونم. در علمم، در تقوا هم، در خدمتم، در جوانمردی هم، در همه جهت. خدای مهربان باز هم این روز را به همه شما برادر عزیز مبارک گردانه. من آغاز میکنم در اطراف مولود پیامبر نازنین من و شما یک صحبت داشته باشم و شما هم انشاءالله از این حیات پیامبر نازنین من یک بهره برداریم. سرور اولاد آدم آمدی، خوش آمدی. روشنایی هر دو عالم آمدی، خوش آمدی. شاهسوار ملک دین و رهنمای امتان، انبیا را بلکه خاتم آمدی، خوش آمدی. روز محشر از رخت باشد شفاعت آشکار، وعده را خیر الامم هم آمدی، خوش آمدی. دستگیری عاصیان با اذن غفار از ازل، با رسولان همچو شبنم آمدی، خوش آمدی. روز و شب ذکری رخت طاعات باشد بر ملک، قبله حاجات عالم آمدی،
خوش آمدی. ای پیامبر نازنین خوش آمدی و از قدومی بسیار نیکی شما ما امتانت الله را سپاسگزاری میکنیم که شما جناب شما بهترین موجودات به این عالم خوش آمدین. قدم های شما را الله مهربان خیلی مبارک کرد و شما را رحمت برای عالمیان خواند. برادران عزیز، من در آغاز صحبتم آیتی را خوانده بودم از سوره مبارکه توبه آیت 128. خواندم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. الله مهربان در زیر این آیت چی میگوید؟ میگوید که به تحقیق آمد شما را پیامبر که نام او محمد است، از نفسهای شماست، از جنس شماست. عزیز علیه ما عنتم، پیامبری هست که در هر یک مصیبت و مشکلات و سختی که امتش گرفتار می شود ویم احساس این اذیت میکند، ویم برابر امتش غم میخورد. حریص علیکم، الله گفت بر امتش بسیار حریص است. حریص به معنای که حریص است برادران عزیز و گرامی که ما اهلی توفیق باشیم، حریص است اهلی هدایت باشیم، حریص است که ما راست قول باشیم، حریص است که ما پاک وجدان باشیم، حریص است که ما با غیرت باشیم، حریص است که ما با سخاوت باشیم، حریص است که ما با عبادت باشیم، ما با حیا باشیم، حریص است که آن خصلت‌های زیبایی که خودش داشت امتاش داشته باشد. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. برادرای عزیز، رؤوف و رحیم این از صفت‌های الله مهربان است که بسیار بر بندگانش بین هم مهربان است هم بخشنده است. پیامبرم الله مهربان میگوید بر امتاش بسیار مهربان است و بخشنده است. الله مهربان تشکر میکنیم که برای ما چنین یک پیغمبر نازنین را فرستاد، پیامبری که بر تمام کردارهای نیکی ما حریص است که ما از زمره همون گونه بندگان باشیم. خدایا برای ما توفیق ده که بر آن چیزی که پیامبر ما حریص است، بر این خصلت‌های نازنینی که من خواندم، من گفتم، ما را توفیق ده که ما پایبند این کردارها و این رفتارها باشیم. برادران عزیز و گرامی، الله مهربان در قرآن میگوید و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. شما میدانید که علت فرستادن من محمد را بر روی عالم این نفر برای همه شما رحمت میارد، برای همه شما رحمت است. و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دیگر آیت یا ایها النبی ان ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. الله مهربان چگونه که پیامبرش مبشر و نذیر و داعی دعوت کننده به اذن پروردگارش برای عامه خلق فرستاد و با چی گفت در اخیر؟ و سراجا منیرا. ای محمد تو چراغی هستی که
هیچگاه خاموش نمیشوی. حضرت ها میگفتند چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. این چراغی هست برادران عزیز که تا روز قیامت خاموش نمی شود. اگر تمام عالم بر علیه این پیامبر نازنین بلند شوند، او را حقارت کنند، او را کاریکاتور کنند، او را ایرادم که بگیرند، الله مهربان چی گفت؟ و رفعنا لک ذکرک، من در هر عصر در هر دور باز هم آبروی تو را، منزلت تو را با بلند میکنم. ببینین از دوره پیامبر تا امروز قریب 1500 سال گذشت. آیا آبروی محمد پس شده است؟ با همین قدر دشمنایی که داشت؟ نه، الحمدلله. امروز میدونین در روی عالم قریب 2 میلیارد مردم روی عالم، اگر 9 میلیارد باشد یا 7 میلیارد باشد، 2 میلیارد این عاشقای محمدند. الله میگه و سراجا منیرا، من تو را ای محمد چراغی کردم که تا روز قیامت خاموش نمیشوی. ولی ببینید الله میگه و جعلنا سراجا وهاجا. در آیت قرآن الله چی میگه؟ میگه آفتاب را هم ما چراغ آفریدیم. یعنی الله محمد را هم چراغ میگه، آفتاب را هم چراغ میگه. خدا رحمت کنه دانشمندای ما را. بعد در زیر چی گفتن؟ گفتن که آفتاب اگر چراغ آسمان باشد، محمد چراغ زمین است. آفتاب اگر چراغ آسمان باشد، محمد چراغ زمین است. اگر آفتاب چراغ دنیا باشد، محمد چراغ دین هست. اگر آفتاب چراغ آب و گیل و درخت باشد، محمد چراغ دل و جان است. با طلوع آفتاب اگر دنیا روشن شود، با طلوع محمد صلی الله علیه و سلم همه ظلم و همه ضلالت ها نابود می شوند. الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، همون لقد جاءکم رسول من انفسکم، مفسران میگن که همون جاءکم آمد شما را، معناش همین است که خدا به شما یک هدیه داد. آزیر اگر یک نفر ما را یک هدیه بده، یک کتاب میگیره هدیه من میکنه، یک عطر میگیره هدیه میکنه، آیا هدیه را قبول نمیکنی؟ خدا میگه این محمد برای این روی عالم این هدیه هست، هدیه را قبول کنین. این بهترین هدیه است. با آمدن هدیه و گرفتن هدیه دل آدم خرسند می شود. باید روی عالم با آمدن محمد صلی الله علیه و سلم خرسند شود. زیرا که این معلم بشریت برای تعلیم ما آمد، برای بهبودی ما آمد، برای در دنیا چگونه ما باید حیات گذرانیم و برای آن آمد که ما رهگم نزنیم، ما در راه کفر و ضلالت و خطا نرویم. و همچنان پیغمبر نازنینی هست که با روز قیامت ما را شفاعت میکند، دست ما گناهکارها را میگیرد. برادران عزیز، جناب بزار که این محدث است، این هم جمع آوری حدیث کرده است، از عایشه مادرمان یک سخنی را میارد. میگد
لما رأیت من النبی طیب نفسین. پیامبر میگه دائم حالت خوش نداشت. بسیاری وقت میگه مسئولیت که بزیمش بود وقتش خوش نبود. میگه دیدم که بسیار حالتش حالتی خوبه، بسیار حالتی نیکه. حضرت عایشه مادر بعد گفتم فقلت یا رسول الله ادعو الله لی. ای پیامبر میبینمت که کم کم وقت چاقه، میبینمت که وقتت خوشترکه، میبینمت که یک دمی آزاد میکشی. یک خواهش دارم در حق میاد دعا کن. چقدر زنی با عفت، چقدر زنی با تربیه، چقدر زنی گویم خداشناس و خدا ترس، چقدر زنی شوهر دوستدار. ای کاش خواهرای ما، مادرای ما عایشه را برای خودتان الگو بگیرین. پیش مردکاتون بیاین و بگین مردک ما فهمیدیم که همین تو دست برداری در حق ما دعا کنی، راهی داخل شدن جنت ما و دروازه های جنت بر بالای ما کشاده می شود که مردک دست برداری در حقم دعا کن. عایشه مادر ما نبین. پیامبر وقتی که دید و دوستش می داشت عایشه مادر ما، گفت اللهم اغفر لی عایشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر. گفت خدایا عایشه را، گفت که این زن محبوب منه و خوبترین زنه، پاک دامنترین زنه، زنی است که عبادت شب داره. خدایا گفت خطاهاشه، گناهاشه، لغزشاشه همشه بخشیده کن. و ما اسرت و ما اعلنت، چی در پنهانی و چی در آشکارا چی خطایی کرده است خدایا مغفرتش کن. میگه فضحکت عایشه حتی سقطت رأسها فی حجزها من الضحک. عایشه مادرمون آنچنان خرسند شید. مادرای عزیز ببینین از دعا خرسند شید. امروز شاید که بعضی شما از دعای شوهر خرسند نشین، خرسندیتان فقط در مال دنیا ببینین. میگه آنچنان خرسند شید که در پیش پیامبر میگه تاب خور از خرسندی و از شادیش، حتی میگه آمد سر مبارکش میگه در بالای ران پیامبر من زد. پیامبر من چی گفت؟ فقال ایسرک دعایی. عایشه دعا خرسندت کرده ها، خوشنود شدی ها؟ مادر من گفت خب قالت نه. گفت بله. گفت ای پیامبر نازنین چگونه از دعای نیکی تو من خرسند نشم؟ برادرای عزیز پیامبر در اینجا چی گفت؟ ای امتای پیامبر خوب دقت کنین. بعد آنه که عایشه را گفت دعام خرسندت کرد، گفت بله. اکو این نکته را بسیار اهمیت بتین، بسیار نکته مهمه. چی بود است؟ والله پیامبر گفت اینها لدعوتی لامتی فی کل صلات. عایشه گفت قسم به خدا گفت، قسم به بزرگی الله گفت همین دعایی که در حق تو کردم که مرا مغفرت کن، عایشه را مغفرت کن، عایشه را ببخش، از عایشه راضی باش. قسم به بزرگی خدا گفت همین دعا را گفت در هر یک نماز و در پشت هر یک نماز و در حق امتا میکنم. در حق امتا میکنم. دعا میکنم که خدای مهربان امتهای من مبتلای دنیا شدند، امتهای من برای دنیاشان نمازهاشون را تأخیر میکنند، نمیخوانند. امتهای من بی حیا شدند. امتهای من دیگر از قهر تو نمیترسند.
ای الله مهربان امتامو مغفرت کن، امتامو ببخش. این دعا را من در حق امتام میکنم. برادران عزیز و گرامی، چگونه میخیل پیغمبر نازنینی را که 23 سال عمر خودش در دعوت صرف کرد و در تمام عبادتاش میگوید در حق امتام در هر نمازم دعا میکنم، چگونه ما این گونه پیغمبر نازنین دوست نداریم؟ چگونه به قدر محبت این حضرت نرسیم؟ چگونه سنت های این پیغمبر نازنین بالای چشم نکنیم؟ چگونه هر روزی که از سحر تا بیگاه شود من نگویم که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد؟ چرا من صلوات در حقش نفرستم؟ الله مهربان ما را پیامبر دوست کنه. الله مهربان ما را به قدر این پیغمبر نازنین رسیدنده موفق بگردان. خدای مهربان ما را از زمره همون امتان گردان که به قدر همین پیامبر نازنین ما برسیم. حضرت جنونی میگو به شکر نعمت سلطان دین کوش، رهی بتخانه را کردی فراموش. چی جانها کند تا تو یافتی راه، صنم بگذاشتی بگزیدی الله. الله را سپاسگزاری میکنیم که از راه های بتخانه، از راه های بی خدایی به آمدن این حضرت ما نجات یافتیم و برای عبادت ما به مسجد میریم، به بتخانه نمیریم. برادران عزیز و گرامی، در حدیث دیگر خواندم زمانی که میگه شب معراج پیامبرمون میگه وقتی مرا جنت را نشان دادن، میگه در جنت نویسانده بود 3 جمله با آب طلا. یکم میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، نیست معبود، نیست خالق، نیست آفریدگار بجز الله یکتا، محمد رسول الله و محمد رسول اوست. دوم میگه چیزی که در اونجا نویساندگی بود چی بود؟ ما قدمنا وجدنا و ما اکلنا ربحنا و ما خلفنا حسرنا. بدست چیزی را که در حیات برای آخرت ما پیشتر روان کردیم، در خانه قبرمان و روز قیامتمان اونها را دریافتیم. و هر چیزی را که در حیات الله از دنیا ما را داده بود خوردیم، پوشیدیم، راحت دیدیم. ولی چیزی را که باقی ماندیم برای او حسرت خوردیم. بسیار بسیار جمله زیبا. سیوم جمله چی بود؟ امت مذنبه و رب غفور. امت محمد امت گناهگار است ولی الله بخشنده دارند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بنده های گناهگاریم و بشارت داریم که رب غفور، الله بخشنده داریم، الله بخشنده داریم. در حدیث خواندم روز قیامت وقتی که امت پیامبر نامه اعمالش میتین که خان سرگذشت عمر تا تماشا کو 40 عمر گذراندی، وقتی میگم میبینه صحیفه ها را پوری از کمبودی از شرم میگه وقتی میپوشش الله مهربان میگه
آیا به صحیفه های اعمال شناس شدی؟ بله. آیا اگر از روی انصاف گیری با همین نامه اعمالت باید تو کجا روی؟ جنت روی یا جهنم روی؟ بنده میگفت از خدایا، اونجا اعتراف میکنه خدایا با این نامه اعمالم من لایق جنت ندارم، من باید دوزخ روم. الله مهربان میگه وقتی این سخن از زبان امت پیامبر میشنود میگوید که مادامی که خودت اعتراف کردی من که الله تویم، من که پروردگار تویم، من که الله بخشنده هستم، نامه اعمالش میگیرد یک طرف میماند و ملائکه را امر میکند که بگیر از دست این امت محمد محبوب من، این امت محمد آخر الزمان، این امت محمد که او چراغ عالم و دین بود، ایره دستش بگیر و داخل جنتش کن. برادران عزیز و گرامی، بنده آنقدر خوشحال می شود، بنده آنقدر عشق می ریزد، بنده آنقدر از الله مهربان بی‌نداری میکند که سر به سجده میگذارد، میگوید الله مهربان چی ذاتی بزرگ هستی، چی ذاتی بخشنده هستی. الحمدلله رب العالمین که ما چونین پیغمبر نازنین برادران عزیز امت هستیم. از دیگر باز مهربانی هایی که با توفیل پیامبر الله مهربان بر ما میکند گوش اندازیم. حدیث امام مسلم است، راویش عبدالله ابن عمرو ابن العاص است. ان النبی صلی الله علیه و سلم تلا قول الله عز و جل فی ابراهیم. میگد پیامبرمان آیت را از سوره مبارکه ابراهیم از آیت 36 تلاوت کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربی انهن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. این آیت خوان معناش چی است؟ حضرت ابراهیم الله را گفت ای الله مهربان بسیاری از پیروان من با سبب بت پرستی گمراه شدند. فمن تبعنی فانه منی، کدامش که اگر از من پیروی کند وای از من است. و من عصانی فانک غفور رحیم، اونهایش که از من پیروی نمی کنند، اونهایش که گناهگار می شوند، خدایا تو دیگه غفور و رحیمی، هر چی خواهی دهتشان بکن. میگه آیت خوان. بعد از آن و قول عیسی، این سخن حضرت ابراهیم بود، برای امتش همین سخن گفت. حضرت عیسی برای امتش چی گفت؟ این تعذبهم فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. حضرت عیسی گفت خدایا اگر همین امتهای من عذاب کنیم حق داری عذابشان کن، و اگر مغفرتشان میکنی پروردگار تو عزیز و حکیمی، تو قدرت داری، تو دانشمندی، تو عالمی. میگه وقتی سخن ابراهیم خوان، سخن حضرت عیسی را خوان علیهم السلام، وقتی پیامبر ما خوان، بعد از آن چیکار کرد؟ این سوره مائده بود، آیت 118، این سخن حضرت عیسی. بعد میگه فرفع یدی، بعد این میگه پیامبر نازنین ما دستش برداشت،
فرفع یدی، دستاش برداشت برادران عزیز و چی گفت؟ و قال اللهم امتی امتی و بکا، پروردگارا امتام امتام، خواه کدامش که پیروی میکنند، خواه کدامش که در یگان گناه مبتلا میشوند، خدایا همش از تو میپرسم، همش برای همش دعا میکنم و بکا، و حضرت میگه گریه کرده. فقال الله عز وجل یا جبرائیل اذهب الى محمد و ربک اعلم فسأله ما یبکیه. وقتی دستش برداشت پیامبر که گریه را آغاز کرد، الله مهربان جبرائیل گفت یا جبرائیل اذهب الى محمد، برا پیش این بنده دوستدار من، برا پیش این عاشق من، و الله میداند که او برای چی دستش برداشته است، برای چی گریه دارد، الله میداند. فسأله ما یبکیه، کو پرسش چرا گریه میکنی؟ برادرای عزیز و گرامی، آیا گریه پیامبر برای پدر و مادرش بود؟ آیا گریه پیامبر برای سلامتیش بود؟ آیا گریهش برای فرزنداش بود؟ آیا گریهش برای اینکه اکثر وقت گرسنه بود، برای شکمش بود؟ نه، گوش اندازه برای چی بود؟ فاتا جبرائیل فاخبره یا رسول الله بما قال، فاخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم بما قال و هو اعلم. آمد جبرائیل و پرسید از پیامبر نازنین که الله با تو سلام میگوید و میگوید برای چی گریه میکنی، حالان که الله میداند برای چی تو گریه میکنی. زمان ده پیامبرمان میگد گفت که برای امتام گریه میکنم، خواهشم همینه که امتام الله مهربان روز قیامت عذاب نکنه، خواهشم همینه که باغهای جنت در اختیار امتم تیا، خواهشم همینه. میگد جبرائیل رفت نزد پروردگار پیک رحمان، یک لحظه دگشت آمد، گفت الله یقرأک السلام، خدا سلامت میگه ای محمد، و میگوید که انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک. بر محمد سلام بگو، بر او بگو که حتما و حتما روز قیامت در حق امتاش راضیش میگردانم، چیز دلش میخواهد در حق امتش خواسته دلش اجرا میکنم. ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است که پروردگارت تو را راضی میگرداند. الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز، من وقتی این آیت ها را میخوانم، وقتی این حدیث های پیامبر نازنین را میخوانم، و خدا قسم گفته همین تاجیکای ما قبط گوشت میگیرم. الله را سپاسگزاری میکنم که یک بنده گناهگاریم، یک بنده آلوده معصیتیم، ولی شکر الله میکنیم که خدای مهربان بخشنده گناه های امت پیامبر است. خدا را شکر میکنیم که روز قیامت برای خاطر پیامبر نازنین ما امتاش شرمنده و سرگردان میکند. از دیگر فضیلت هایی که الله مهربان با پیامبر من داده است در سوره اسراء آیت 78 وقتی میگد عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خدا به تو ای محمد در روز قیامت مقام محمودی میتید. ابن کثیر میگوید که بسیار بسیار نعمتهای را پیامبر در الله میتید که به دیگر پیامبرها به هیچ کس در او روز این نعمتها را نمیتید. یکم، اولین قبری که کشاده می شود قبر محمد صلی الله علیه و سلم است.
برادرای عزیز، در روایت ها خواندم اولین آدمی را که الله مهربان جان میداده است و زندهش میکرده است این محمد صلی الله علیه و سلم است. وقتی که میگه از قبر بلندش میکنن، تصور کنین اولین آدمی که زنده میشود میگه بلند میشود. زمانی که حضرت از دنیا میگذشت، حضرت علی و جمله اصحاب میگه لبه های پیامبر میجوشید. وقتی میگه گوشامون در قلبش ماندیم با کلمه امتی امتی دنیا را پدرود گفت. و همچنان روز قیامت هم که سر میبردارد، برادران عزیز و گرامی، حوش گوشش میگه در امتشه حالی امتم چی میشوه؟ پروردگار مرا در دنیا وعده کرده بودی این سنرزیک فی امتک ولا نسوءک، من در حق امت تو را راضی میکنم. الله مهربان تو در وعدت خلاف نمیکنی، لیکن من در حق امتم بسیار خواتیرم، دوست میدارم که امتام همش شفاعت کنم. ای الله مهربان، اولین کلمه هایی که بعد قبر بلند می شود حضرت از امتش آغاز میکنه. اولین قبر گشاده می شود پیامبر نازنین. اولین نفری که داخل جنت می شود این محمد صلی الله علیه و سلم است. دیگر نعمتی که خداوند بر پیامبر داد، میگه وقتی که برای حساب و برای مقام محمودی رفتنش میگه الله برای او اسب را آماده میکنه. یگانه نفری که در بالای اسب در میدان قیامت، برادران عزیز، جلوه میکند، در بین مردم حاضر میشود بالای اسب، این محمد صلی الله علیه و سلم است. میگه در دستش پرچمی دارد، بیرقی دارد که در زیر او پرچم جمیع انسان ها همه از اول تا به آخر، حتی از امتای حضرت آدم تا زمان خودش، همه در گرد پیامبر ما جمع می شوند. می دانند که امروز همون بیرق شفاعت در دست حضرت است. چهارم، الله برو حوضی داده است که تمام مردم در گرد حوض او جمع می شود. این حوض کوثر است. 5. شفاعت عظما از آدم تا به خاتم همه نصیب پیامبر ماست. 6. جمیع گناهکارها را پیامبر ما شفاعت میکند. 7. بین این قدر میلیارد مردم ده حساب اعمال از امتهای پیامبر مسل می شود. 8. اولین پیامبری که امتاش از پول صراط میگذراند این محمد صلی الله علیه و سلم است. 9. اولین نفرهایی که بعد پیامبر داخل جنت می شود این امتان پیامبر ما و شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. شاعر میگد اگر حبی نبی، اگر حبی حبیبی حق نداری، به سوی باب جنت راه نیابی. اگر محبوبیت این پیامبر نازنین در دستت نباشد، در قلبت نباشد، برای تو یافتن راه جنت بسیار مشکله. من چی گویم از تولایش که چیست، خشک چوبه در فراق او گریست. جناب لاهوری را وقتی پرسیدن حضرت آیا در حق این پیامبر نازنین چی میگوی، چگونه میتونه میره وصف کرده؟
حضرت چی گفت؟ گفت که من چی گویم از تولایش که چیست، خشک چوبه در فراق او گریست. اینا من چی گفت با این زبان خودم یا با این علم خودم من چگونه وصف میکنم که وقتی یک چوب کنده، یک چوبی که در او فهمیش نیست، در فراق پیامبر گریه میکنه. میشود گفت این خیلی نفر من وصف کنم. سنگها و چوبها وقتی میگذشت در کوچه او را سلامش میدادن. میشود که این خیلی آدم من وصف کنم. الله رحمت کند جلال الدین رومی را، همون کنده را که در فراق پیامبر گریه کرد، بسیار یک جمع آوری خوب کرده از گوش اندازیم. استونی حنانه از هجری رسول، ناله میزد همچو ارباب عقول. گفت پیغمبر چی خواهی ای ستون، گفت جانم از فراقت گشت خون. مسندت من بودم از من تاختی، بر سری منبر تو مسند ساختی. گفت میخواهی که تو را نخله کنند، شرقی و غربی زی تو میوه چینند. یا در آن عالم تو را سروی کند، تا تر و تازه بمانی تا ابد. گفت آن خواهم که دائم شد بقاش، بشنوی غافل تو از چوب کم مباش. آن ستون را دفن کرد اندر زمین، تا چو مردم حشر گردد یوم الدین. برادران عزیز، این یک قصه عجیبی هست. این از باب معجزه ها هست. وقتی میگه پیامبر ما بالا یک کنده خرماده می برآمد و به مردم موعظه میکرد و خطبه میخواند. وقتی اصحاب پیامبر از روی دوستداری و محبت چون یک منبر ساختن، برای پیامبر ما منبر کردن، تن حضرت بالای اینده برابر از اینجا ایستاده و سخن خدا را برسان. وقتی میگه بالای منبر برآمد که میگه صدای یک گریه رنگ کودک رو شنیدن. مردم نگاه کردن که همون کنده ای که در بالاش پیامبر ایستاده و موعظه میکرد، همون کنده گریه دارد، همون چوب گریه دارد. پیامبر میگه از بالای منبرش پایان آمد، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت از فراق تو گریه میکنم. یک زمان پای مبارک در بالای من بود، الحال برای تو منبری ساختن و من از تو جدا شدم. از جدای تو ای پیامبر گریه میکنم، از فراق تو گریه میکنم. پیامبر من نگاه گفت اگر خواهی دعا میکنم درخت میشوی و مردم از تو دائم میوه تر و تازه میخورند، و اگر خواهی دعا میکنم از درختای اهل جنت میشوی. میگه این چوب گفت که پیامبر نازنین بگذار از درختای اهل جنت شوم. میگه پیامبر در حقش دعا کرد. در یک روایت دیگر میگه بالای همون فرقی بگیم سری همون چوب در دستش گذاشت، گفت خاموش باش. میگه خب کردن. مورخا و تاریخ نویسا میگه اگر پیامبر همین چوب نمیگفت خاموش باش، تا روز قیامت این چوب گریه میکرد از فراق پیامبر. حق است این برادران عزیز. وقتی وفات پیامبر میدانین چه حالتهای به سر اصحاب آمد، چقدر سرزنی ها کردن، چقدر دیوانگی ها مردم فرا گرفت از فراقش. از این جهت این حق است که از فراق پیامبر گریه میکردن. الله مهربان
ما را دوستدار پیامبرش گردانه، ما را عاشق پیامبرش گردانه، ما را از پیروای پیامبرش گردانه. چگونه در ابتدا دعا کردم او خصلت‌های زیبایی را که پیامبر داشت، خدایا همو را هم برای ما امتاش نصیب بگردان. یک معجزه پیامبر را در همین جا آمده است نقل میکنم و بعدا برادرها دعا میکنم. میگه سنگ ها اندر کفی بوجهل بود. گفت ای احمد بگو این چیز زود. بار ابوجهل که با پیامبرم دشمن بود، میگه دستش ده میگه یک چند دانه سنگی را پنهان کرد و پیش پیامبر آمد و گفت کو بگو در دست من چیه؟ سنگ ها اندر کفی بوجهل بود. گفت ای احمد بگو این چیز زود. گر رسولی چیست در دستم نهان، گر خبر داری ز راز آسمان. اگر تو پیامبر باشی از خبر آسمانی، از خبرهایی که نزد الله هست اگر آگاهی داشته باشی، در دست من چی است؟ گفت چون خواهی بگویم کان چی هست، یا بگوید آن که ما حق وراست. گفت بوجهل این دوم نادرتر است. گفت آره حق از این قادرتر است. گفت میخوای که من بگم که در دستات چیه؟ پیامبرمون گفت یا اینکه همون چیزی که در دستات ای همونها گویند که من کیستم. گفت بوجهل این دوم نادرتر است. گفت آره حق از او قادرتر است. گفت نه خودت نگو که همینایی که در دست ما همینا بگن که تو کی؟ اینش گفت شو تعجب آوره. از میان مشت او هر پاره سنگ، در شهادت گفتن آمد بی درنگ. لا اله گفت الا الله گفت، جوهر احمد رسول الله صفت. چون شنید از سنگ ها بوجهل این، زد ز خشم سنگ ها را بر زمین. بعد پیامبر ما گفت با اذن الله مهربان چیزی در دست همین بدبختی بگو که من کیم. میگه از درون دستش همون سنگ پاره ها لا اله الا الله محمد رسول الله آواز بلند کردن. وقتی میگه بوجهل اینا شنید میگه زد در زمین سنگ ها را از خشم شد. مقصد از پیش رسول الله دور شد. برادرای عزیز شما بینین که معجزه را به چشم میدیدن ولی دلها که رنگ سنگ بود قبول نمی کردن. برای همین جلال الدین رومی گفت رسول را استونی حنانه بشناخت، ابوجهل آدمی و دشمنی ساخت. یک کنده میگه پیامبر شناخت، یک چوبی خشک پیامبر شناخت، ولی ابوجهل آدم بود پیامبر نشناخت. این بود برادران عزیز تبریکات من برای تمامی امتان پیامبر و به تمام علل خصوص مردم تاجیکستان ما. خدای مهربان این آیت ها و قصه هایی را که من برای شما گفتم خداوند توفیق عمل کردنش نصیب من گردانه. خدای مهربان توفیق منتیت که این ماه را ماها با فرزندکامون با برادرامون شکلی که در روزهای جمعه با دیگر تبریک میکنیم، این روزها را هم این ماه را هم باید دیگر تبریک کنیم. انشاءالله چگونه ای که یک ابو لهب بدبخت از تولد پیامبر خرسندی کردن که روزهای دوشنبه الله با او آب شیرین میتید، ما که مسلمانیم از این تبریکامون پیش خدای مهربان انشاءالله از یک انگشت نه ما باغهای را ما کوشکهای را به طفیل این محبت ما صاحب میشیم.
خداوند خاتمه به خیر کنه، ایمانامون با سلامت نگه داره، باز هم محبوبیت ما و شما را به سوی دین خدا زیاد کرداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.